شما در اینجا دو تا آتشکده مختلف که مهندسای حرفه‌ای شهر طراحیشون کردیم و یه سری از اصلا گرمایش خونه شما با اینها انجام میدیم. آقا آتیش گرفتیم. یا علی یا ابوالفضل زیاد نزدیک آتیش نباید بایسین. خونه احساس بس خونه میکنم که آتیش خونه گرفت. تو رو آتیش علی پرتغال خونه آتیش گرفت برید بیرون بیایید این من واجب بیایید خونه آتیش گرفت یا ابوالفضل خامه گیر بیاید بیرون بیلیارد یه عکس من بگیر خونه آتیش گرفت که به خاطر چی ما نیومدیم یه عکس با چوب بیلیارد من آتش شریک یکم میگه آقا زمین آتش نشانی خونمون تششانی یعنی اینطوری نظر تو چیه بریم گاردین تور بذاریم به نظرم اینطوری تلفاتم بدی؟ چرا خب بیاید داره آتیش میگیره تو رو خود آتیش پشتمه دیگه باشه که